غزل شماره 14 مولانا از دیوان شمس به ما یاد میده که عشق واقعی به خدا و دل سپردن به او همه سختی ها و ناملایمات زندگی رو تبدیل به فرصتی برای رشد و تکامل میکنه. در مسیر عشق الهی انسان یاد میگیره که فقط به یاد خدا تکیه کنه و به دنیا و چیزهای زودگذرش دل نبنده. همانطور که مولانا از طبیعت و کوه و دریا برای اشاره به حضور و تجلی خدا استفاده میکنه، به ما یادآوری میکنه که خدا در همه جا و در هر لحظه کنار ماست و در هر چیزی زیبایی ردی از او میشه پیدا کرد. در نهایت این غزل به ما نشون میده که عشق الهی نه تنها انسان رو از بند خودخواهی و دلبستگی های دنیوی آزاد میکنه، بلکه در دل و جان و نور و آرامش واقعی ما تجلی پیدا میکنه. انسان رو به سرمنزل مقصود، یعنی همان وحدت با معشوق الهی نزدیکتر میکنه. دوستان دم شما گرم این ویدیو رو انتخاب کردید. میریم با هم دیگه غزل شماره 14 رو میخونیم و بعد تفسیر کلی ابیات رو با هم داشته باشیم. غزل شماره 14 دیوان شمس مولانا. ای عاشقان ای عاشقان، امروز ماییم و شما، افتاده در غرقابه‌ای با خود که داند آشنا. گر سیل عالم پر شود، هر موج چون اشتر شود، مرغان آبی را چه غم، تا غم خورد مرغ هوا. ما رخ ز شکر افروخته، با موج و بحر آموخته، زانسان که ماهی را بود دریا، طوفان جانفزا. ای شیخ ما را فوطه ده، وی آب ما را غوطه ده. ای موسی عمران بیا، بر آب دریا زن عصا. این باد اندر هر سری سودای دیگر میپزد، سودای آن ساقی مرا، باقی همه آن شما. دیروز مستان را بره، بربود آن ساقی کله، امروز می در میدهد، تا برکند از ما قبا. ای رشک ماه و مشتری، با ما و پنهان چون پری، خوش خوش کشانم میبری، آخر نگویی تا کجا. هر جا روی تو با منی، ای هر دو چشم و روشنی، خواهی سوی مستیم کش، خواهی ببر سوی فنا. عالم چو کوه طور دان، ما همچو موسی طالبان، هر دم تجلی میرسد، بر میشکافد کوه را. یک پاره اخضر میشود، یک پاره عبهر میشود، یک پاره گوهر می شود، یک پاره لعل و کهربا. ای طالب دیدار او، بنگر در این کهسار او. ای که چه باد خورده ای، ما مست گشتیم از صدا. ای باغبان ای باغبان، در ما چه در پیچیده ای، گر برده ای انگور تو، تو برده ای انبان ما. دم شما گرم تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. باید این تفسیر رو با هم دیگه یاد بگیریم. این غزل مولانا از همون اول با یه دعوت عاشقانه شروع میشه و انگار داره با آدمای اهل عشق حرف میزنه. میگه آهای عاشقا، امروز من و شماییم و یه عالم ماجرا توی این دریای عشق. مولانا میخواد بگه همه ما افتادیم توی این دریای پرتلاطم و کسی که توی این دریای پرموج غرق نمیشه همون عاشق واقعیه که آشنای این راهه، این راه رو بلده، یعنی خداست که دست یار رو میگیره و هدایتش میکنه. مولانا بعد میگه حتی اگه همه دنیا پر بشه از موج و طوفان، واسه کسی که مثل مرغ آبی عادت داره به این دریای عشق هیچ غمی نیست، غمی نداره، چون به این آب عادت داره و ازش نمیترسه. ولی خب اونایی که دلشون از عشق خدا بیخبره، مثل مرغان هوایی که همیشه از آب دورن و روی هوا پرواز میکنن، از این دریای پرموج میترسن. مولانا میگه ما با عشق خدا سرخوشیم، مثل ماهی که اگه توی آب نباشه انگار زنده نیست. عشق خدا همون دریا و طوفانیه که به ما جون حیات میده و به اون نیرو میبخشه. انگار این عشق واسه ما شده همه چی، جوری که حتی سختیاش هم شیرین و زندگی بخش شده. مولانا بعد از شیخش که همون راهنما و مرشدش معنویه، میخواد که یه لباس مخصوص دریا بهش بده تا بتونه راحت‌تر تو دریای عشق غرق بشه. یا حتی از حضرت موسی کمک میخواد تا مثل معجزه عصاش موانع رو از جلو روش ورداره و کنار بزنه. مولانا با اینا میخواد
بگه که عشق خدا راه سخت و پر پیچ و خمیه و نیاز به راهنما و کمک داره تا به اون سرمنزل اصلی برسه. مولانا میگه هر کسی یک فکر و خیالی تو سرشه، ولی برای مولانا فقط یک فکره که اهمیت داره، اونم عشق به ساقی الهیه. یعنی تمام سوداش شده رسیدن به معشوق الهی و بقیه دنیا اصلا براش مهم نیست. تو این دنیا فقط دنبال خداست و به هیچ چیز دیگه‌ای جز خدا فکر نمی‌کنه. مولانا باز از ساقی الهی میگه که انگار روز قبل کلاه مستی رو از سر عاشقا برداشته، یعنی اونا رو از قید و بندهای ظاهری آزاد کرده. امروز هم بهشون شرابی داده که دیگه لباس دنیوی رو از تنشون در بیارن و کاملا در این عشق و عریان بشن و وارد عشق بشن. مولانا میخواد بگه که عشق خدا همه چیز رو از آدم میگیره تا به طور کامل و خالصانه تو عشقش فنا بشی. بعد میگه معشوقش الهی با اون زیبایی مثل ماه و ستاره و مثل یک پری پنهان با ما هست، ولی همزمان و هم دور از دسترس. عاشق و یواش یواش میکشونه سمت خودش و توی دلش میپرسه آخه تا کی میخوای منو همینجوری بکشونی؟ اصلا کجا میخوای منو ببری؟ مولانا هم مثل عاشقایی که نمیدونن مقصد نهاییشون کجاست تسلیم معشوقش شده و دلش میخواد همراهش بره بدون اینکه حتی بدون مقصد چیه. مولانا به معشوقش میگه هر جا تو بری منم باهات میام، من به تو وابستم و پات وای میستم. حالا میخوای منو به مستی برسونی یا تا مرحله فنا برسونی؟ برای من هر دوش یکیه و شیرین. انگار تو عشق خدا همه چیز حتی فنا هم قشنگ و هم دوست داشتنیه. در ادامه مولانا میگه عالم رو مثل کوه طور بدونه اینکه هر لحظه نور و تجلی الهی ازش نمایان میشه میبینه. انگار همه این دنیا واسه مولانا حکم کوه طور رو داره، جایی که با هر تجلی عشق جانش تازه و پر از نور میشه. این نشون میده که مولانا هر لحظه دنبال اون نوره که دلش رو روشن کنه، انگار همون تجلی های خداست که معنای اصلی زندگیشه. مولانا میگه که وقتی نور خدا به این دنیا میتابه انگار هر چیزی به شکل تازه و پر از زیبایی در میاد. یکی سبز میشه، یکی طلایی، یکی مثل جواهر میدرخشه و یکی مثل لعل و کهربا. اینو میگه که در واقع نشون بده خدا تو همه چی هست و هر چیز کوچکی هم میتونه نشان دهنده اون زیبایی و تجلی الهی باشه. آخرش هم میگه ای اونی که دنبال دیدار خدایی، برو تو همین طبیعت زیبای خدا دقت کن. به کوه میگه تو که صداقت اینقدر عاشقا رو مست میکنه، چی دیدی که اینطور سرمست شدی؟ مولانا میخواد بگه که تجلی خداوند توی همه چی هست و همین صدای طبیعت کافیه که عاشق از خودش بیخود بشه و همه چیز رو فراموش بکنه. آخر سر مولانا با زبون طنزگونه‌ای میگه ای باغبون. باغبون یعنی خدا یا مرشد معنوی خودش. خب چرا با ما سر انگور دعوا داری و از ما عشق و دل رو بردی؟ پس ما هم حق داریم از انگورت مست بشیم. اینجا هم مولانا داره رابطه دو طرفه بین عاشق و معشوق را نشون میده. یه عشق واقعی یه بدبستون دو طرفه است. به طور کلی این غزل مولانا یه تصویر شاعرانه و عاشقانه از راه عشق هست و اینو میگه که در عشق به خدا همه چیز رنگ و بوی تازه‌ای میگیره و دنیا به مکانی برای تجربه اون عشق الهی تبدیل میشه. دم شما گرم تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. ببخشید توپق زدم، امروز یکم حال خوشی نداشتم ولی خواستم حتما براتون ویدیو درست کنم. دم شما گرم، لطفاً لایک و کامنت رو بزنید. اگه سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. دم شما گرم، شب و روزتون شاعرانه.